من شریف مخیمجان محبتویش ساکنی دهه 90 جماعت انشور نویه توچکو بود میبوشم. چنین که ببینید من همین سالهایی که همین واقعهایی که پیش گذشته بود سالی 93 تا این جانب همین واقعات هم شاهد بودم، چون که پدر من همچون آموزگار بود در تربیت نسل نوراس بود. این پدرانه وحشیانه از دست همین اعضای حزب نهضت اسلام که امروز باز همون شاخه‌اش در دیگر دولتان مقصد وای دارن، از دست همین وحشیانه کلاش ایتان جدا کردن. پیش از این برادر ما بردن همه خیل که همون دانشگاه پلی‌تکنیکی شهری تشکیل را تمام کرده بود، همون بردن کلاش ایتان جدا کردن. من میخوام که همین واقعی که در عائله ما مقصد که همین واقعی متیشه که ما دیدیم یگان فردی تاجیکستان یگان فردی ناحیه توچکو بود نبینه.